به نام خدا. السلام علیکم و رحمت الله. هم میهنان عزیز، برنامه آن سوی خبرها برنامه است که از طریق شبکه کپلیوس از این به بعد توسط این جانب سید یونسی استرابشنی اجرا خواهد شد. در این برنامه قرار بر این است که ما نگاه بیاندازیم به مهمترین و عمده‌ترین اخبار و تحولات کشور و بعضی از آنها را تحلیل و بررسی نماییم. در این چند روزهای اخیر و هفته که سپری شد، ما چند رخدات مهم داشتیم. شاید مهمترین آنها مقاله‌ای باشد از طرف شهردار ارجمند شهر دوشنبه جناب آقای محمد سعید عبیداللهیف، مقاله تحت عنوان وحدت روند متصل که در سایت رسمی این شهرداری منتشر شده است. آنچه در این مقاله عریض و طویل جناب عبیداللهیف قابل توجه است، به نظر من دو نکته قابل توجه است. یکی این که ایشان در این مقاله می نویسند منفعت جامعه، شکوفایی و تأمین امنیت آن تقاضا می نماید که در حل این وظیفه مهم و تقدیرساز حزب‌های سیاسی و نهادهای جمعیتی باید با تحمل پذیری و درک مسئولیت بلند در نزد خلق و وطن فعالیت همه‌روزه خویش را به راه مانند. به عبارت دیگر، جناب شهردار احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف حکومت را به تحمل پذیری خوانده اند، به تحمل پذیری و همکاری. خیلی خوب، این از جانب جناب شهردار قابل تقدیر است که تازه درک کردند که باید هوای احزاب و گروه‌های سیاسی را داشته باشند. اما متاسفانه ایشان یک نکته را فراموش کردند. ببینید، دعوت به سوی تحمل پذیری فقط مطلوب از ناحیه احزاب مخالف نیست. وظیفه و مسئولیت حکومت هم هست. یعنی حکومت هم باید تحمل پذیر باشد، باید نقد پذیر باشد. ای کاش جناب شهردار در این مقاله به این مطلب هم اشاره می‌فرمودند که حکومت به درخواست‌ها و پیشنهادهای مخالفان یک درخواست‌های خیلی حد اقل، این که در قانون انتخابات تغییراتی خیلی کوچک وارد شود. اما با کمال تأسف این درخواست رد شد. جناب شهردار ای کاش به این نکته اشاره میکردند. احزاب مخالف تحمل پذیر باشند. خیلی خوب، اما حکومت چی؟ مسئولیتی برداشت ندارد؟ اساساً چی اشکال داشت این پیشنهاد قبول شود؟ مگر شما ادعا ندارید که انتخابات شفاف و دموکراتیک برگزار می شود؟ خب اگر چنین است و شما در ادعای خود صادق هستید، چه اشکال داشت نماینده های احزاب و گروه های سیاسی حضور می داشتند در شمارش آرا؟ مگر یعنی جای هراسی دارید؟ یعنی تقلبی در کار است که شما هراس دارید؟ بنابراین یعنی از جناب شهردار توقع میرفت به این مطلب هم اشاره کنند که متاسفانه نکردند.
تحمل پذیری، دعوت به سوی تحمل پذیری یک طرفه کی نیست. چنان که از احزاب شما توقع دارید که همکاری کنند و تحمل پذیر باشند و از این حرفایی که شما اینجا مطرح فرمودید، همچنین حکومت باید نقد پذیر باشد، در مقابل انتقادها و نقدهایی که می شود تحمل کند. اینا سازنده است برای حکومت. حالا بگذاریم یه نکته دیگر که در این مقاله جناب شهردار به آن اشاره کرده اند این است که میگویند قوه‌هایی که تندگرایی دینی و تروریسم را پهن کرده مقصدهای سیاسی خود را میخواهند عملی نمایند، از اشخاص ناآگاه و خودشناسی ملی و حسی وطن پرستیشان ضعیف استفاده نموده به این وسیله به وضع معتدل جامعه تأثیر منفی میرسانند. خیلی خوب، این یک مشکل است، این یک معضل است که شما مطرح میفرمایید جناب شهردار، اما بهتر بود راهی حل، راهی برون رفت از این معضل را هم پیشنهاد میفرمودید. حالا چی باید بکنیم از این بحران جامعه آزاد شود؟ آیا به نظر شما نمیرسد که سیاست‌های چند سال اخیر حکومت ما باعث گردیده این پدیده تندگرایی و افراطگرایی دینی بروز کند و تقویت شود؟ شما حتما در یادتان هست چند سال پیش یکی از روحانی‌های سرشناس و برجسته کشور که شما خوب هم میشناسیدشان را، این هشدار را داده بودند که به این محدودیت سازی ها و محدود کردن فعالیت های دینی بس کنید که پیامدهای ناگواری خواهد داشت. دقیقاً ایشان فرموده بودند که این کار شما منجر به تقویت پدیده افراطگرایی دینی می شود. حتی غیر از ایشان دیگر از روحانی ها هم به این مطلب اشاره کرده بودند، اما توجه نشد متاسفانه که امروز این مشکل به گفته خود شما دامنگیری ما شده است. راه حل به نظر من این است: حکومت باید دست بردارد از محدود کردنها، محدود سازی ها، در این مسجدها را بستن، روحانی های سرشناس را خانه نشین کردن، این کار را باید متوقف کند، از این کار را باید دست بردارد. همین روحانی هایی که شما امروز به خاطر یک مسائل خیلی جزئی از منبر محرومشان کردید، همین ها خودشان از منبرهای مساجد و مسجدهایشان این هشدار را به جوانان میدادند که مباد به دامنی، به دستی، به دامی به دامی افراطگرایی ها افتیتان. اینا میگفتند، همه شما اینا شنیدید. آیا درست بود مانع فعالیت این روحانی ها شدن؟ آیا این بستنی در این مسجد خاندان آل تورجان درست بود؟ مسجدی که بیشترین مخاطب را داشت، مسجدی که بیشترین تأثیرگذاری را در جامعه داشت، این کار درست بود؟ شما تجربه دیگر کشورهایی که امروز گرفتاری تندگرایی شده‌اند را یک مطالعه کنید. مطالعه کنید آن که چرا افراطگرایی در آن کشورها زیاد شده است. علتش مشخص: محدود کردن فعالیت روحانی ها و ملاهای سرشناس، همین مردمی. این راهی که الان امروز دیده می شود و حکومت دارد انجام می دهد درست نیست. اینکه با چند امام خطیب، کلا به امام خطیب ها شما
معاش تعیین کنید. یعنی فکر میکنید این راه حله؟ در هیچ اصلا تاریخ، در هیچ جا، در هیچ کشوری ملای درباری در جذب مردم موفق نبود. این یک سنت است، سنتی تاریخی است. حکومت ما همین اشتباه را تکرار میکند متاسفانه. و در این مقاله به عنوان پیشنهادی راه حل جناب شهردار باید این نکته ها رو لااقل اشاره بکردند. اینکه هی شعار دیم که آقا توندگرایی دینی ما را تهدید میکند. خیلی خوب تهدید میکند، راه چاره مهم است، راه حل مهم است، نه شعار دادن. خب حالا بگذاریم یه مسئله دیگر، رخداد دیگر به نظر من این برنامه رهبری جنبش وطندار بود در همین شبکه کپلوس که مربوط به مراسم عروسی توی فرزند رئیس جمهور بود. یک برنامه‌ای که همه را به تکاپو انداخت، خفته ها را بیدار، نیمه بیدارها را تکان و به تکاپو انداخت. حکومت هم ظاهراً اول ندانست چی کار کند و از این اخباری که الان روشن است، راهی که پیش گرفته است این است که فابریکه جواب را در ناخنک به راه اندازد، فعالتر کند، فعالتر از پیش. شما امروز در گروه های موجود در شبکه اجتماعی فیسبوک نگاه کنید، نگرانی ها و ناراحتی هایی که اینها دارند از خود به نمایش میگذارند در واکنش به این برنامه. و از همه جالب، برای خودی من خیلی جالب بود که بعضی از روزنامه نگاران و اصحاب رسانه که به اصطلاح مستقلند خیلی نگران شدند، ناراحتند، تهدید میکنند حکومت را که چرا تو خاموشی. خیلی عجیبه این. از یک طرف میگویند ببین مگر عیبی دارد پدر در توی پسرش برقصد یا سرود خواند، آن هم از اون نوع سرود. تاجیکستان از من است، حالا همچنین چیزی. خب اگر عیب نداشته باشد چرا این همه سر و صدا؟ چرا این همه هیاهو؟ پس معلوم می شود اشکالی دارد این مسئله. و جالب این بود، من یک مقاله خواندم از، حالا اسمش یادم نیست، در جمهوریت بود، طرف به دفاع برخواسته به دادا جان عطاالله هجوم کرده، گفته است که حالا تو عیب گرفتی که این کار خلاف قانونی به اصطلاح تنظیم است. بعد مثال میزند که من از کسانی که حضور داشتن، شرکت داشتن پرسیدم که چند نفر بودند، طرف هم گفت آقا مثلا بیش از 200 نفر نبودند، 200 نفر نبودند، 150 نفر، 200 نفر. بعد خلاصه میگیرد که پس این خلاف قانون نیست. آخر عجیب است این ارزیابی ها. مگر قانونی تنظیم ناظر به کمیت است؟ ببینید من با یک عبارت دیگر اینو توضیح بدم. شاید یک نفر بیاد امروز یک جشن عروسی برپا کند، برگزار کند، 10 نفر را دعوت کند، 20 نفر را دعوت کند، 30 نفر را دعوت کند، حالا 50 نفر را دعوت کند، اما از نظر کیفیت خرج، هزینه ها و پول هایی که خرج میکند برابر باشد با 10 تویی که در هر یک از آن توی ها 2000 نفری دعوت می شود. قانون مگر ناظر بر کیفیت نیست؟ این مهم نیست 200 نفر آمدند، 150 نفر آمدند، 1000 نفر آمدند، مهم خرج است که خرج می شود. ببینید حرف اینجاست، سخن اینجاست. اولین اشکال و ایراد هم این است.
رئیس جمهور به عنوان شهروند تاجیکستان حقی دارد و دیگر شهروندان هم همون حقوق را دارند، برابرند همه در برابر قانون. کسی شاخ و دم زیادی ندارد. جناب رئیس جمهور به چه حق در مکان حکومتی این مراسم را اجرا کردند؟ آیا شهروندان تاجیکستان همه اجازه دارند در کاخ حکومتی توی پسرشان را برگزار کنند؟ حرف اینجاست. سخن فقط روی چند نفر شرکت کردند و چرا رقصید و چرا سرودخوان نیست، بلکه اون کیفیت و شکل و گونه‌ای که همگان دیده است. حرف اینجاست. آیا واقعا این با قانونی به اصطلاح تنظیم میخواند؟ مخالف نیست؟ تازه جناب رئیس جمهوری محترم هم بلافاصله 2 روز بعد یا 3 روز بعد از این برنامه در یک سخنرانی به شدت انتقاد کردند از بعضی کارمندان حکومتی، نمیدونم اشاره به چی کسی بود، و بعضی از روحانیت که برخلاف این قانون اقدام میکنند. عجیب، یعنی ماندیم. حالا بگذاریم. البته اینم قابل توجه ها در این خصوص. جناب داده جان عطاالله پاسخ هم نوشته است به اون کسان، به اون روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه‌ای به اصطلاح مستقل که از او انتقاد کرده اند. خیلی جالب، در صفحه خودش در فیسبوک می نویسد در روزنامه‌ها، رادیو، تیوی و سایت‌های اینترنتی یک معرکه گسترده بدنام کنی بنده ادامه دارد. بخشی از گمراهی و بخش دیگر با امر دایره‌های حکومتی بلبل شدند. به فبریکه جواب هم خدا داد. حرفی دادا جانم این بود، از من انتقاد میکنید، من ناراحت نیستم، اما شما چرا ناراحت شدید؟ چرا شما ظرفیتی شنیدن انتقاد را ندارید؟ مگر یک سخن، یک انتقاد گرچه از نظر شما خطاست، اما یک شهروند به نظرش این شکل از توی اشتباه بود، خب آمد حرفشو زد. آیا این همه نگرانی ها و ناراحتی ها را باعث میشد؟ بعد رهبری جنبش وطندار میگوید من از همه آنهایی که اندیشه اشان را می نویسند منت دارم و البته از نوشته های شما سبق می بردارم. من نیز یکی از شمایانم، 1001 کمبودی و نارسایی دارم چون هر انسان. من نیز مقاله های تنقیدی می نویسم، دیگران را گاهی سخت سرزنش می کنم. چرا من این حق را داشته باشم و دیگران نه؟ ببینید طرف ناراحت نیست، میگوید اما شما انتقاد پذیر باشید، شما ظرفیت شنیدن حرف را داشته باشید. پایان یادداشتش هم خوب بود، میگوید من نه به همه فکرهای شما راضی هستم، ولی آماده ام که حیاتم را برای آن قربان بسازم که شما آزادی بیان داشته باشید. اقتباس از سخن والتر می آورد. ما در جامعه امروز به تحمل همدیگر نیاز داریم. نقدی کرده است از رئیس جمهور، خب باشد عادت کنیم. رئیس جمهور هم فردی است مثل دیگر افراد جامعه، هیچ تفاوت و فرقی با دیگران ندارد. رئیس جمهور بودن امتیاز نیست، مسئولیت است. حاکم بودن امتیاز نیست، بلکه برداشت گرفتن یک وظیفه است. وقت خب طبیعی است از او انتقاد می شود. ببینید از انتقاد نباید هراسید.
باید استقبال کرد. در کشورهای پیشرفته و واقعا دموکراتیک شنیده این را حتما، بیشتری رئیس جمهورها یه دستگاهی مشاوران دارن، مشورت میدهند. همچنین یک عده منتقدانش را جمع آورده است، با اونها حقوق هم میدهد، پول هم میدهد رئیس جمهور که از من انتقاد کنید تا بدانم عیب من کجاست. کسی که برای پیشرفت کشورش فکر میکند این چنین میشود، نه اینکه هی دهنی مخالف را ببندی. با بستنی دهانی مخالف که خب کار حل نیست. حالا بگذاریم یه رخداد دیگر که اون هم قابل توجه بود و در جامعه خیلی سر و صدا دارد، این مربوط است به جناب زید سعیدوف و حزب تازه تأسیس و هنوز ثبت نشده وی، یعنی تاجیکستان نو. ببینید آخه این بنده خدا وزیر صناعت هم بود، هرگز اعلام نکرد که مخالف حکومت است. روزی هم که حزبش را راه اندازی کرد گفت ما مرکزگرا هستیم. آشنایان با این اصطلاح میدانند یعنی چی، مرکزگرا بودن. مخالف اپوزیسیون نیست، مرکزگرا بودن. بنده خدا احساس مسئولیت کرد، احساس وظیفه کرد، آمد این حزب را راه اندازی کرد. اما واکنش حکومت آیا درست بود؟ بنده خدا پاریس بود، فرانسه، شنید که این بلا را سری خانوادهش آوردند، اون بازجویی و بازرسی اینا، اما آمد کشور، برگشت. میتوانست نبیاد اما برگشت. خب وقتی اون مردانوار برگشت، آیا این درست بود این برخورد حکومت با او؟ از همان فرودگاه بردندش، هنوز هم در بازداشتگاهه. تازه شروع شد عیب متهم کردنی او. تازه فهمیدیم که طرف نمیدونم چند تا زن داشته است و پولشوی بوده است و نمیدونم فسادکار بوده است و اینا. خب اگر جناب زید سعیدوف این عیب ها را داشته بود، چرا تا زمانی تا اعلام این تأسیس حزب کسی هیچ چیزی نمیگفت؟ چرا دستگاه های قضایی کشور ما ساکت بودند؟ این شیوه و اسلوب مردانگی نیست. ما با شخصیت ها ببینید برخوردی اینچنینی داشته باشیم، عیب هایی رو از آنها ثبت کنیم، نگه داریم. بعد همین که دیدیم طرف یک اقدامی میخواهد انجام دهد، بعد هی به رخش کشیم که ساکت، که آبرویت رو میبریم مثلا. نه، این ناجوان، کمال ناجوان مردی است. این بنده خدا الان مظلوم است، باید حکومت فوراً آزادش کند. کاری درستی نیست. عجب. بعد در خبرها این منتشر کردند که گویا از صف این حزب شخصیت ها بیرون می شوند. یه حرف دروغ. برعکس داریم میبینیم که بر صف این حزب افزوده می شود. شخصیت های مهم مثل برزو عبدالرزاقوف، هنرپیشه معروفی تاجیک، و برادر تیمور ورقی، فعال اجتماعی تاجیک مقیم روسیه، اعلام کردند که به این حزب پیوسته اند. و از همه مهم اقتصاددان معروف کشور استاد حاجی محمد عمروف هم اعلام کردند که من عضو این حزب هستم. و پاسخ ایشان به این پرسش که چرا شما وارد این حزب شدید خیلی جالب است. ببینید ایشان میگویند، من حالا نص کلام ایشان را به نقل از خبرگزاری آزاده خان بخوانم. میگویند من به اون خاطر به تاجیکستان نو آمدم که این حزب پیش از همه حزب اقتصادی است. برنامه‌های اساسی آن برنامه‌های رشد کشورند، رشد اقتصاد کشورند. من اصلا گمان نمی‌کردم که حکومت با زید سعیدوف چنین برخورد کند. زید سعیدوف وزیر صناعت بود. حزب تاجیکستان نو جانبدار همکاری با حکومت بود، همون مرکزگرا.
زید سعیدوف خودش اقرار کرد که در انتخابات پرزیدنتی اشتراک نمیکند. بعد میگه من حیرانم چرا این بنده خدا را گرفتند و با وی چنین برخورد کردند. جناب عمروف که شخصیتی معروف هستند، ارزیابیشان از رخدادهای اخیر و وضع این چند سال اخیر کشور خیلی نگران کننده است. ایشان میگویند همچون یک اقتصادچی باز یک چیز را بگویم که امروز آمار رسمی تاجیکستان یک صفحه‌اش با صفحه دیگری آن اختلاف دارد. آمارنویسان میخواهند با زیاد آوردن ارقام مشکلی را حل کنند. بعضا چنین یک فکری هم به سرم میرسد که نزدیکان حکومت مثل که دیده و دانسته میخواهند حکومت را به دست خود نابود کنند. رهبریتی دولت باشد در نوبت خود کادرهای ناتوان را از یک منطقه که دیگه حالا نیاز به توضیح نیست جمع میکند که این سیاستی درست نیست. این کار میتواند باعث پیدا شدن نزاعها میان اهالی کشور بشود. این هشدار جدی است، از یک شخصیتی عادی نیست. حالا این هم بگذاریم. یک رخداد دیگر بود. من ظاهرا برنامه‌ای که اختصاص داده شده از روی به پایین است، اما من فهرستوار اشاره کنم چند دیگر رخداد بود. یک رخداد دیگر این بازگشت شاعر نامور تاجیک جناب بازار صابر از امریکا به کشور است. ببینید حال ایشان شاعرند، احترامشان جای خود، اما روزی که ایشان برگشتن در همان بدو ورود یک سخنی فرمودند که واقعا برای مردم، حتی برای کسانی که علاقمند به ایشان هستند خب غیر منتظره بود، ناامید کننده بود. ایشان گفتند که خب در وضعیت کنونی در بری پرزیدنت بودن زیاییان بهتر است. خب شما باشید، اما چرا برای زیاییان این تعیین تکلیف را میکنید؟ ببینید کسی که در خدمتی دربار است، هر درباری، حتی حکومتی که حکومتی به اصطلاح واقعا دموکراتیک است، اما زیایی نباید خود را در کنار او قرار بدهد. زیایی یعنی مهمترین ویژگی یک زیایی این نقادی است، منتقد بودن است. زیایی که برای پیشرفت حکومتش همیشه سعی و تلاش میکند باید همیشه در جایگاه و مقام نقد باشد. این بر نفع حکومتی ماست، نه بر ضرر وی. یعنی چی درباره پرزیدنت بودن بهتر است؟ بعد عجیب میفرمایند احزاب و گروه های موجود همه نادرکارند. خب این از کجا این ارزیابی شما؟ از شما سخنگوی به عنوان سخنگوی مردم یعنی این سخن را میزنید؟ چرا نادرکار؟ همه اینها طرفدار دارند، جانبدار دارند. بنابراین حالا من حرفی ندارم به جناب شاعر، ایشان احترامشان سر جایش، اما یک سوال، این پرسش میخوام مطرح کنم. جناب استاد، آیا به نظر نمیرسد جناب شما باز هم اشتباه انجام میدهید؟ قبلا که یک موضع گیری هایی کردید، یک حرفایی زدید، بعد گفتید من غلط کردم. من غلط کردم که لنین را بعد گفتم لنین خوب بوده است. استالین کو دیگه از وی پیامبرتر نیست امروز نزد شما. خب حالا شما باز همون رو تکرار میکنید. آیا این اعلام شما با مساعدت با نوک قلم و نادرکار دانستن دیگر احزاب و خود را در بر پرزیدنت گذاشتن و که خب این اختیار شماست بگذارید، اما از نام زیاییان شما حق ندارید حرف بزنید. باز نشود فردا بگید ای من باز غلط کردم. انسانی که خودش را میشناسد، به خودش احترام قائل است، یک بار اشتباه میکند، دو بار اشتباه میکند. یعنی چی هر دفعه اشتباه کند انسان؟ حالا بگذاریم. رخدادی اخیر و قابل توجه که واقعا باید در برابرش توقف کرد، این اعلامی روزنامه‌نگار معروف تاجیک صفوت برهانوف اعلام که از سوی وی که من گرسنه نشینی خواهم کرد و علتش هم گفته است در
صفحه خود در فیسبوکی وضعیت کشور بحرانی است. همه میشناسیم جناب صفوت برهانوف یک روزنامه‌نگاری به اصطلاح حکومتی است. هیچ وقت ایشان نه مخالف بود نه اپوزیسیون بود، اما دیگر فهمید که ما داریم واردی بطلاق میشیم. خدا دید که این حکومت سرش نمیشود، هیچ چیز نمیفهمد، خودش با دست خودش خود را در حال نابود کردن است. بنده خدا گفت من گرسنه نشینی میکنم و 10 تا هم درخواست نوشته است که مثلا هیئتی به رهبریتی ساختارهای اقتصادی کشور پر نکرده شود و قرضهای کشور برگردانده شود و چون وقت نیست من همش را بخوانم، گفته تا این درخواست‌های من برآورده نشود من گرسنه نشینی خواهم کرد و در ابتدا گفته است که من با کمال مسئولیت و درک پیامدهای رفتار خود به این کار اقدام کردم. خب به نظر میرسد برنامه اختصاص داده شده برای ما روی به پایان است. در آخر برای همه آرزوی موفقیت میکنم، برای کشور عزیزم پیشرفت را خواهانم مثل همه شما و انشاءالله تا برنامه دیگر خدا حافظ همه شما.